در محفلی که به این مناسبت در ارگ دایر گردید، در حالی که نمایندگان سازمان صحی جهان، یونیسف و ائتلاف جهانی واکسن نیز حضور داشتند، دکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامه کشور طی سخنان در مورد شمولیت واکسن سینه و بغل در جدول واکسیناسیون اطفال کشور گفت: از نظر صحت عامه دومین عامل مرگ و میر در نزد اطفال سینه بغل است. در حدود 1/5 مرگ در نزد اطفال زیر 5 سال از سبب سینه بغل و باکتری هایی که عامل سینه بغل هستند اتفاق میفته. جناب رئیس جمهور، امروز ما معرفی واکسن بر علیه سینه بغل که به نام نیموکوکل کانتینینگ واکسین یاد میشه و در برابر 13 نوع پتوژن باکتریای سینه بغل اطفال مقاومت میده و سراسر افغانستان، یعنی هم به کابل و هم به 34 ولایت افغانستان آغاز میکنیم. تطبیق واکسن بر علیه سینه بغل داخل برنامه روتین یا برنامه ملی معافیت کتلوی در افغانستان شد. به این معنا که در جریان سال هر زمانی که والدین بر تطبیق برنامه واکسن به کلینیک‌ها مراجعه میکنند، در برابر 9 مرض واکسن میگیرند که یکیش سینه بغل است. افغانستان باید پیش شرط‌هایی را جهت شامل شدن و معرفی این واکسن پوره میکرد. از این جمله یکی از پیش شرط‌ها وسعت و تجهیز مراکز نگهداری واکسن یا زنجیر سرد است، چون واکسن در تحت شرایط معین نگهداری میشه و از فابریکه تا زمان تطبیق به عضله طفل تا تحت درجه معین حرارت نگهداری شود. ما توانستیم که از طریق ارتقای سیستم سردخانه های خود و تحکیم مراکز نگهداری واکسن این شرایط جهانی را پوره کنیم. ما امروز 4 پای از سردخانه یا واکن کولروم در کابل داریم و به می شکل یخچال‌های مناسب و ظرفیت‌های مناسب جهت نگهداری واکسن در ولایات و ولسوالی‌ها تامین کردیم. پیش شرط دوم ما برای سازمان ملل سهمگیری حکومت در خریداری و تمویل واکسن بود. حکومت افغانستان هم از عواید خود در قسمت تمویل از این واکسن نقش گرفتند. مهمانان گرامی، 3 دوز واکسن بر هر طفل تطبیق میشه که از سن 6 هفتگی شروع میشه و به فاصله 1 ماه 3 دوزش تطبیق میشه و بعد از تطبیق 3 دوز طفل معافیت کامل در برابر سینه بغل حاصل میکنه. حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در این محفل طی سخنان گفت: ډیر خوشحاله یم چې نن یو ځل بیا د افغانستان د لا ښه صحتمندۍ په منظور خصوصا زموږ د ماشومانو او کوچنیانو او اطفالو د ښه صحت او ښه روزنې لپاره بل اقدام کوو چې هغه د سینه و بغل واکسین دی. دا د افغانستان یو بل د ترقۍ قدم ښیي. د ټولو هغو سفیرانو مملکتونو څخه چې د افغانستان سره مرسته کړې ده تشکر کوم. د جهاني صحي مؤسسې څخه ورلډ هیلث ارګنایزیشن څخه او د ټولو هغه ادارات څخه په کلکه مننه کوو. سپس واکسن سینه و بغل در حضورداشت رئیس جمهور کشور بر 2 طفل تطبیق گردید و این پروگرام رسما در سراسر افغانستان آغاز یافت. گفتنی است که واکسن سینه و بغل توسط حکومت افغانستان به همکاری ائتلاف جهانی واکسن، سازمان صحی جهان و یونیسف در پروگرام معافیت کتلوی وزارت صحت عامه شامل گردید و من بعد این واکسن برای اطفال زیر سن 1 سال همروزه در تمام مراکز ارائه خدمات صحی در مرکز و ولایات کشور به صورت رایگان تطبیق می گردد.